سلام. در این بخش میخوایم در ارتباط با رویه‌های پرداخت در شرکت‌ها صحبت کنیم. پرداخت در شرکت‌ها ممکنه بابت عوامل مختلفی رخ بده. همونطوری که میدونید یکی از مهمترین رویه‌های مالی در شرکت‌ها کنترل پرداخت‌ها است. پرداخت‌ها ممکنه بابت شارژ تنخواه‌ها، ممکنه در ارتباط با مثلا خریدهایی که در سازمان شده و چیزهای مختلفی رخ بده. بسته به اندازه سازمان این پرداخت ممکنه رویه‌های خاص خودش رو داشته باشه. ممکنه توی یک شرکتی پرداخت از یک درخواست پرداختی شروع بشه. ممکنه در شرکت دیگه رویه از دستور پرداخت شروع بشه. و در یک شرکتی که ابعاد کوچکتری داره پرداخت با اعلامیه پرداخت در خزانه داری شکل بگیره. ما در این فصل میخوایم در ارتباط با این موارد با همدیگه صحبت بکنیم و رویه‌های مختلف رو تست بکنیم. اول از همه میخوام در ارتباط با اعلامیه پرداخت باهاتون صحبت کنم. مثل رویه‌هایی که در رسید دریافت داشتیم که اقلام مثلا وجه نقد، اعلامیه واریز، سفته و چیزهای دیگه رو داشتیم، در پرداخت هم همینها رو داریم که چند مورد رو در سیستم با همدیگه میبینیم. اول از همه وارد دریافت و پرداخت، قسمت پرداخت، اعلامیه پرداخت میشن. فرمی رو که میبینید در اطلاعات هدرش اطلاعات شعبه رو از شما میگیره، شماره که میتونه از شماره گذاری های اتوماتیک استفاده بشه، تاریخ پرداخت رو مشخص میکنیم، نوع پرداخت، اینکه بابت چی داره صورت میگیره و اطلاعاتی که اجباری نیستن ولی ممکنه در سازمان شما وجود داشته باشه، مثل تحویل گیرنده و شماره فرعی. فرض کنید من میخوام اولین پرداختی که ثبت بکنم اعلامیه برداشت باشه و یک برداشتی رو از حساب بانکیم انجام بدم. اول از همه طرف مقابلم رو مشخص میکنم که به چه کسی دارم پرداختم رو انجام میدم. عملیات حسابداریش رو انتخاب میکنم که پرداختم از نوع قلم اعلامیه برداشته و معینی که باید بستانکار بشه رو مشخص میکنم که در فصل اطلاعات پایه توضیح داده شده. این الان عملیات حسابداری به موجودی نزد بانکام کم وضع شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک پرداختی از بانکم داره صورت میگیره، موجودی بانک‌های من رو کاهش میده. عامل گردش نقدینگی مشخص میکنه که پرداختم بابت چی داره صورت میگیره. مثلا بابت یک حساب پرداختنی هست. شماره اعلامیه برداشتم رو مشخص میکنم، تاریخش رو مشخص میکنم و میگم از کدوم حساب بانکیم قرار پرداختم صورت بگیره. اطلاعات دیگه‌ای که نیاز هست مشخص بشه مبلغیه که پرداخت شده. اگه مبلغتون ریالی هست کافیه مبلغ رو وارد بکنید، نرخ ارز به صورت دیفالت 1 هست و مبلغ و ارز عملیاتیتون مشخصه. در صورتی که اطلاعات ارزی نیاز داشته باشین، خب وقتی که بانکتون رو انتخاب بکنید مسلماً ارزش مشخص میشه، شما مبلغ به ارز رو میزنین و نرخ ارز رو یا به صورت دستی یا به صورت تنظیماتی که توی سیستم گذاشتین اتوماتیک فراخوانی میکنید. اطلاعات شرح هم مثل سابق میتونه از شرح استاندارد برای شما فراخوانی بشه در صورتی که تعریف کرده باشین. در صورتی که تعریف نکرده باشین شرح رو میتونین تایپ بکنین که پرداخت شما بابت چیه. این فرم هم مثل رسید دریافت بالای صفحهش گزینه‌های ذخیره رو داره و مستقیم هم میتونید ذخیره و تایید بکنید. خب فرمم به وضعیت تایید شده است. مثل رسید دریافت همون کنترل هایی که روی ویرایش داشتیم اینجا هم داریم. یعنی شما اگه اشتباهی رخ بده و بخواین اصلاح بکنین روی وضعیت تایید شده نمیتونین اصلاحی رو انجام بدین و حتما فرمتون رو باید از تایید خارج بکنید، ویرایشاتتون رو انجام بدین و مجدد تایید بکنید. حالا بریم یه اعلامیه پرداخت دیگه برای پرداخت چک توی سیستم ثبت بکنیم. فرض کنید که این بار میخوام چکی رو پرداخت کنم. اول از همه طرف مقابلم رو انتخاب میکنم. عملیات حسابداریم رو انتخاب میکنم. اول از همه پرداخت چک روز رو انتخاب کردم. برای پرداخت چک روز یعنی منظورم اینه که چکی رو که دارم پرداخت میکنم در لحظه از موجودی حساب بانکی من کم بکنه. عملیاتم رو انتخاب میکنم، عامل گردش نقدینگیم رو انتخاب میکنم و حساب بانکیم رو مشخص میکنم. اینجا قراره یه چکی از حسابهای بانکی خودتون پرداخت کنید. پس نیاز
شما برین دست چکتون رو توی سیستم تعریف بکنید. اول از همه قسمت اطلاعات پایه توی تعریف معرفی دست چک وارد میشن. حساب بانکیم رو انتخاب میکنم و میگم اطلاعات چکم چیه؟ شامل سری چک میتونه باشه، تعداد برگی که دست چکتون داره انتخابش بکنین چند تاه، سریال شروعش رو مشخص بکنید و یه سری هم اطلاعات صرفاً جهت گزارشگیری های خودتونه. اینکه دست چکتون رو در چه تاریخی دریافت کردین، صندوقی که دست چک توش قرار داره کدومه و قالب چاپی رو انتخاب بکنید. در ارتباط با چک برمیگردم روی قالب چاپ. فعلا یه دست چکی رو تعریف میخوام بکنم. توی اعلامیه پرداخت خب وقتی حساب بانکی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین از اون چک هایی که در سیستم تعریف کردین استفاده بکنین. من یه چک رو سریالش رو انتخاب میکنم و مبلغش رو مشخص میکنم. در انتها مجدد مثل اعلامیه برداشت شما شرح رو میتونین تایپ بکنین یا از شرح‌های پیش‌فرض فراخوانی بکنین و ذخیره رو تایید کنید. حالا یکم سناریو رو میخوام شبیه حالتهایی بکنم که چک های مدت دار قرار پرداخت بکنم، یعنی چک هایی که به محض پرداخت موجودی حساب بانکی من رو کم نمیکنه. چک ها رو اصطلاحاً بهش میگن مدت دار که میتونه توی دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت دسته بندی بشه. من قراره یه چکی رو پرداخت بکنم که مشتری که از من چک رو دریافت کرده، حالا اون تامین کنندم میتونه باشه، تنخواهم یا هر کس دیگه‌ای، به محض اینکه چک رو دریافت بکنه نمیتونه نقدش بکنه و تا تاریخ سررسیدش باید صبر بکنه. برای این منظور من احتیاج دارم که یه چک کوتاه مدتی رو پرداخت کنم. برای چک کوتاه مدت اینکه طرف مقابل رو انتخاب بکنم که خب مثل سابق یک طرف مقابلی رو انتخاب میکنم و اینجاست که یه مقداری فرق داره. من باید یه عملیات حسابداری رو برای پرداخت چک کوتاه مدت تعریف بکنم. بریم با همدیگه یه عملیات حسابداری پرداخت چک کوتاه مدت تعریف کنیم. عملیات رو روی پرداخت انتخاب میکنم، قلم رو روی چک میذارم و حساب معینی که میخوام انتخاب بکنم این سری میخوام به اسناد پرداختیم وصلش بکنم. ماهیت چک و صفحه رو عادی انتخاب میکنم، نوع مدت رو روی کوتاه مدت میگذارم، سطح 4 هم نگاه میکنم که به شخص و شرکت وصله و به طرف مقابل وصلش میکنم. عنوانش هم میذارم پرداخت چک کوتاه مدت. و ذخیره میکنم. توی اعلامیه پرداخت الان عملیات حسابداری جدیدی که تعریف کردم بابت پرداخت چک کوتاه مدت رو انتخاب میکنم و سایر چیزهاش مثل مورد قبلیه، یعنی میگیم بابت چی پرداخت کردین، حساب بانکیتون رو انتخاب میکنین، شماره چکی که دارین پرداخت میکنید رو انتخاب میکنید و مبلغش رو مشخص میکنید. در انتها هم که ذخیره و تایید رو میزنید. حالا فرض کنین که این چک کوتاه مدتی رو که من پرداخت کردم به تاریخ سررسیدش رسیده و من صورت حساب بانکم رو گرفتم، متوجه شدم که مشتری رفته اون چک رو نقد کرده و من الان باید از موجودی حساب بانکیم کم کنم. برای این منظور توی قسمت پرداخت یه فرمی به نام تغییر مدت اسناد پرداختی داریم. توی این فرم ما مشخص میکنیم که چک های کوتاه مدتمون تبدیل به روز شدن، یعنی میخوام بگم از موجودی حساب بانکی من کم بکنه. ما انواع تغییر مدت ها رو داریم که به ترتیب بلند مدت به کوتاه مدت به روز و روز به کوتاه مدته. الان که چک من کوتاه مدت پرداخت شده و من صورت حساب بانکم رو دریافت کردم و متوجه شدم که از حساب بانکی من کم شده، باید عملیات کوتاه مدت به روز رو انتخاب بکنم. چکی رو هم که در واقع از کوتاه مدت به روز تغییر پیدا کرده رو باید داشته باشم. من یه عملیات حسابداری کوتاه مدت به روز تعریف کردم در سیستم و معینش رو به موجودی نزد بانکام وصل کردم. چکی که کوتاه مدت پرداخت شده رو هم میبینم، میتونم انتخابش بکنم و بگم الان به تاریخ سررسیدش رسیده و به چک روزی تبدیل شده. در نهایت هم تغییر مدتش رو ثبت بکنم. سایر چیزهایی که توی اعلامیه پرداخت وجود داره مثل پرداخت وجه نقد و سفته، مثل دقیقاً رسیده دریافته، یعنی کنترل هایی که وجود
داره شبیه قلم‌های دیگه‌ایه که توی این فرم می‌بینین و دیتاش رو باید در سیستم ثبت بکنید. حالا میخوام رویه پرداخت رو توی شرکتی شروع بکنم که کارش رو از درخواست پرداخت شروع میکنه. درخواست پرداخت میتونه از طریق واحدهای مختلفی ثبت بشه. مثلا من یک تنخواه هستم توی شرکت، موجودی که دستم بود تموم شده و میخوام به واحد مالی اعلام بکنم که من پولی ندارم و یک درخواستی رو ثبت بکنم. حالا این درخواست احتمالاً دست یک کسی مثل رئیس حسابداری یا رئیس خزانه میره، بررسی میشه، میبینن که آیا پرداخت باید به اون مبلغ صورت بگیره یا نه و با درخواست موافقت میکنن یا نه، یا ممکنه یه بخشیش رو بخوام پرداخت بکنن. از طرفی اینکه الان بعد از درخواست این رویه منجر به صدور یک دستور پرداخت بشه یا اینکه مستقیما درخواستی داده بشه واحد خزانه بخواد اعلامیه‌ای رو ثبت بکنه، بسته به ابعاد سازمان و رویه هایی که وجود داره متفاوته. من حالا میخوام در ارتباط با رویه درخواست پرداخت، بعدش دستور پرداخت و اعلامیه پرداخت صحبت بکنم. برای درخواست پرداخت یه فرمی شبیه درخواست دریافت دوباره وجود داره که توی اون اول باید مشخص بکنم که قراره اون کسی که درخواست بده کی هستش و بابت چی میخواد پولی رو درخواست بکنه. طرف مقابلش رو باید مشخص بکنم. درخواست کننده میتونه نمایانگر واحدهایی باشه که درخواست رو دارن ثبت میکنن که وصل به مراکز هزینه ما، ولی فیلد اجباری نیست و میتونه تعیین نشه. ارزی که قرار دریافت بشه رو باید مشخص بکنیم و نوع قلمی رو که دارم درخواست میدم. من پول رو به صورت نقدی میخوام دریافت بکنم، به صورت غیر نقدی یا تضمینی. فرض کنید من میگم که برای طرف مقابل نمونه من یک قلم پرداختی نقدی رو دارم درخواست میزنم و مبلغش رو مشخص میکنم. تاریخ پرداخت رو هم مشخص و شرح رو هم در سیستم ثبت میکنم. بعد از ذخیره و تایید این درخواست من میتونه بره در دست بررسی قرار بگیره. حالا این بررسی میتونه در واحد خزانه صورت بگیره یا رئیس حسابداری یا رئیس همون واحدی که درخواست رو ثبت کرده بررسیش رو میخواد انجام بده. ما یه فرم دستور پرداخت داریم که توی این دستور پرداخت ممکنه بگم برای همون طرف مقابلی که درخواست ثبت کردین حالا دارم تعیین میکنم که چه قلمی رو بهش پرداخت بکنم. درخواست به صورت نقدی ثبت شده بود و کسی که بررسی هم کرده موافقه که نقدی پرداخت بشه و اعلامیه برداشت رو انتخاب میکنه، میگه به صورت نقدی از بانک پول پرداخت بشه. روی نوع مبنا من مبنا رو روی درخواست پرداخت میذارم، درخواست پرداختی رو که ثبت شده انتخاب میکنم و میگم پرداخت من صورت بگیره. اینجا مشخص میکنم از کدوم حساب بانکیم پرداخت صورت بگیره و مبلغ نهایی پرداخت رو مشخص میکنم. یعنی رولی در سازمان که دستور پرداخت رو داره تعیین تکلیف میکنه میتونه روی مبلغ نظر بده که از اون مبلغ چقدرش پرداخت بشه. فرض کنیم من میگم 10 میلیون پرداخت درخواست شده ولی من 8 میلیونش رو پرداخت میکنم. یه شرحی رو هم میتونم براش بدم و دستور پرداختم رو ذخیره و تایید بکنم. حالا قراره یک اعلامیه پرداخت در شرکت ثبت بشه. توی اعلامیه پرداخت مبنا رو روی دستور پرداخت قرار میدم. سند مبنا رو انتخاب میکنم و پرداختم رو صورت میدم. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی توی دستور پرداخت مشخص شده که قلم باید جنسش اعلامیه برداشت باشه و مبلغ نهایی مشخص شده، کسی که داره اعلامیه برداشت رو میزنه این موارد رو نمیتونه تغییر بده. تنها چیزی که خزانه دار من میتونه تغییر بده اینه که میگه کسی که دستور داده یک حساب بانکی رو مشخص کرده که پرداخت از اونجا صورت بگیره، ولی مثلا اون حساب بانکی من موجودی کافی نداره و من میخوام حساب بانکیش رو تغییر بدم، ولی سایر مواردش مثل مبلغ، طرف مقابل و نوع قلم قابل تغییر نیست. یعنی هر چقدر کلیک بکنی میبینی که نمیتونین تغییر روش بدین، ولی حساب بانکی موجودیتی هستش که خزانه دار میتونه تعیین بکنه و حساب بانکیش رو تغییر بده و یک حساب دیگه رو تعیین کنه. اگر همون حساب رو بخواد پرداخت صورت بگیره ازش که میتونه روی همون حساب
سایر اطلاعاتش رو پر کنه. اطلاعاتی که خزانه دار پر میکنه میتونه شماره اعلامیه برداشت باشه که خب از حساب بانکی دریافت کرده و بقیه موارد شرحی رو تایپ بکنه یا انتخاب بکنه و اعلامیه پرداختش رو در نهایت ذخیره و تایید بکنه. در صورتی که شرکتی رویش دستور پرداخت وجود نداره، یعنی درخواست پرداخت رو ثبت میکنه و مستقیما وارد واحد خزانه میشه و یک اعلامیه پرداختی قرار ثبت بشه، رویش دقیقا مثل ارتباط درخواست دریافت و رسید دریافت بود که با آنالیز این دوتا به هم دیگه مرتبط میشدن. یعنی اینجا میتونه درخواست پرداخت رو بزنه، اعلامیه پرداخت رو بزنه و بره از آنالیز استفاده بکنه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در ارتباط با درخواست ها و دستورهایی هست که جنسشون جنس عادی نیستن. من اگه فرم درخواست پرداخت رو باز بکنم، نوعهای پرداختی که وجود داشت تا حالا راجع به عادی صحبت کرده بودیم. یه نوع پرداخت دیگه هم وجود داره که پرداخت به تنخواهه. یعنی من اگه تنخواهدار یه شرکت باشم و قرار باشه که شارژ بشم، میخوام درخواستی رو ثبت کنم که به من پولی پرداخت بشه، حتما نوع پرداخت رو باید به عنوان پرداخت به تنخواه انتخاب بکنم. وقتی پرداخت به تنخواه رو انتخاب بکنید، طرف مقابل مسلما تنخواهدارهای شرکت شما به شما نمایش داده میشن و مشخص میکنین که پرداختتون چه مدلی هست. نکته بعدی هم که باید بهتون بگم، توی پرداخت به تنخواه‌ها حتما تنخواهدار وقتی وجهی رو درخواست میکنه، اون وجه باید جنسش نقد باشه، یعنی یا چک روز باید بهش پرداخت بشه یا از بانکتون باید پرداخت بشه یا یه وجه نقدی رو از صندوق شرکتتون باید بهش پرداخت بکنی. پس مسلما باید وجهی که درخواست میکنه جنس نقدی داشته باشه و مبلغش رو درخواست بزنه. بقیه مواردش مثل درخواست های دیگه جلو میره. توی دستور پرداخت هم همین موضوع رو داریم. ما تا حالا راجع به دستور پرداختی که جنسش عادی بوده صحبت کردیم. حالا میخوایم راجع به دستور پرداخت های صحبت بکنیم که جنسشون میتونه چیزهای دیگه ای باشه. پرداخت ها مسلما در شرکت گفتم بابت عوامل مختلفی ممکنه صورت بگیره. شارژ تنخواه باشه، تسویه یه ضمانتنامه‌ای باشه و موارد دیگه که جنساشو میخوایم با هم دیگه ببینیم. توی فرم دستور پرداخت قسمت نوع پرداخت داره مشخص میکنه جنس هایی که توی شرکت ممکنه بابتش پرداخت صورت بگیره چیا باشه. مثلا عادی باشه، پرداخت به تنخواه باشه، تسویه سفته باشه، پرداخت ضمانتنامه باشه یا در ارتباط با تسهیلاتتون باشه. هر جنسی که باشه میتونید انتخاب بکنید و مبنای اونها پرداخت هاتون رو انجام بدید. یه نکته دیگه ای که باید در ارتباط با جنس پرداختات صحبت کنم، گفتم زمانی که یک کسی درخواست پرداختی رو ثبت بکنه، مشخص میکنه که چه قلمی بهش پرداخت بشه. مثلا جنسی که احتیاج داره نقدیه یا غیر نقدیه. ممکنه منی که دارم درخواست میدم بگم که خب من دوست دارم بهم نقداً پرداخت بشه، ولی کسی که داره دستور پرداخت رو میده میگه من تعیین میکنم که به این آدم نقدی پرداخت بکنم یا به صورت غیر نقد پرداخت بکنم. برای اینکه دیگه نخوام درخواست پرداخت اون آدم رو ویرایش بکنم، منی که دارم دستور میدم و تعیین کننده این باشم که چه جنسی رو باید به کاربر پرداخت بکنم، یه تنظیماتی در سیستم گذاشته شده که ادمین سیستم باید از روز اول اون رو مشخص کنه. اگه شرکت من شرکتی هست که درخواست نقدی توی ثبت میشه، ولی منی که دارم دستور میدم میتونم قلم غیر نقد هم پرداخت بکنم، یا شرایط برعکس اون نیاز هستش که این تنظیمات رو در سیستم در روز اول کاری مشخص بکنه. برای منظور وارد قسمت تنظیمات دریافت و پرداخت میشین و یک قسمتی به نام ارتباط دستور و درخواست پرداخت مشخص شده که برای شما مشخص میکنه که اگه قرار دستور پرداخت غیر نقدی بر مبنای درخواست پرداخت های نقدی توی شرکت صورت بگیره، باید اون رو مشخص بکنین و تیک بزنید. در صورتی که این تیک فعال نشده باشه، سیستم خودش یه سری کنترل های پیش فرض داره. یعنی مثلا میگه اگه درخواست پرداختی رو شما به صورت نقدی ثبت کردین، حتما توی دستور پرداخت کنترل میکنه که یا وجه نقد پرداخت بکنین، یا اعلامیه برداشت ثبت بکنین، یا چک روز پرداخت بکنین. یا اگه غیر نقدی میزنین، یه سری کنترل های پیش‌فرضی براش وجود داره که ما اگه این چیزا رو نداشته باشیم حتما باید اینجا مشخصشون بکنیم. نکته بعدی هم که میخوام بگم در ارتباط با انواع دستور پرداخت هاست.
ما در ارتباط با انواع دستور پرداخت ها تو شرکت ها ممکنه صحبت بشه که دستور پرداخت های مختلفی وجود داره. مثلا یه دسته‌اش بهش میگن لیست پرداخت. لیست پرداخت یعنی پرداخت هایی که قراره در طی مثلا یک قلم پرداختی به آدم های مختلفی پرداخت بشه. من به عنوان مدیر مالی میگم یه چک پرداخت بکنیم برای شارژ تامین کننده هامون. 5 تا تامین کننده دارم و قراره بهشون پرداخت صورت بگیره. رویه همین مدلی که حتما باید دستور پرداخت ثبت بشه و بعد از اون پرداخت من صورت بگیره. برای منظور بالای صفحه لیست پرداخت رو انتخاب میکنید توی دستور پرداخت. مشخص میکنید که پرداختتون با چه جنسی است. مثلا من یه پرداخت چک روزی رو قراره انجام بدم. حساب بانکیم رو هم مشخص میکنم چه حساب بانکیه و در اقلام لیست پرداختم مشخص میکنم پرداختم به چه کسانی باید صورت بگیره. فرض کنید شرکت نمونه است. حالا عامل گردشش رو انتخاب میکنم. شماره حسابی که برای اون آدمی است که داره پرداخت میشه مشخص میکنم و مبلغی که قرار پرداخت بشه. یه نفر دیگه رو هم انتخاب بکنم. مثلا این تست بابت همین حساب پرداختنی، شماره حسابش و مبلغی که باید پرداخت بشه. من بعد از اینکه این دستور پرداختم رو ذخیره بکنم و برم اعلامیه پرداخت بر مبنای اون ثبت بکنم، مبنا رو که روی دستور پرداختم بذارم، سند مبنام رو که میخوام انتخاب بکنم، اول از همه توجه کنید که این انتها مبنای لیست بر مبنای لیست پرداخت. انتخابش میکنم. قلمی که دارم چکه، همونطوری که میبینید یک قلم داره به شما نشون میده. الان ممکنه براتون سوال شه که من توی دستور پرداخت پس این 2 نفری که مشخص کرده بودم چه اتفاقی براشون افتاده. الان توی اطلاعات حسابداری با همدیگه این مورد رو میبینیم. یه طرف مقابل که چک در وجه اون آدم کشیده شده، حالا میتونه هر کسی باشه، مشخص میکنم. علت پرداختم رو هم میتونم مشخص کنم و شماره چکم رو مشخص میکنم. فقط بهتون نشون بدم که مجموع مبلغی که ثبت شده 30 میلیونه، یعنی برابر با مبالغی هست که من توی دستور پرداختم زدم و سرجم اینجا داره بهتون نشون میده. بعد از اینکه پرداختتون رو انجام بدین، اگه اطلاعات حسابداریتون رو برین نگاه بکنید، به همون تفکیکی که شما مشخص کرده بودین که یه 10 میلیون و یه 20 میلیون باید پرداخت بشه، سند حسابداریتون به همون تفکیک میخوره و فقط در طرف بستانکارش مبلغ 30 میلیون رو میبینم. حالا سایر اطلاعاتش رو میتونیم پر بکنیم و سند حسابداریش رو صادر بکنیم. پس لیست پرداخت برای زمانی بود که من به طرف مقابل‌های مختلف در طی فقره مثلا یک چک یا یک اعلامیه برداشت قرار پرداختم رو صورت بگیره. یه لیستی رو بردم بانک بر اساس اون لیسته شروع میکنه به پرداخت کردن. یه جنس دیگه پرداختی که داریم، فکر کنید که حالا من میخوام به یه نفر بابت چیزهای مختلفی پرداخت انجام بدم. مثلا یه تامین کننده من هست که من هم بدهی دارم بهش، هم یه فاکتور خرید جدیدی آورده و من قرار پرداخت بهش انجام بدم، ولی بابت هر دوتای موضوعا یه چک قرار براش صادر بکنم. برای این منظور شما دستور پرداختتون رو همونطور عادی ثبت میکنید. قلمی که میخوایم پرداخت بکنید طرف مقابلم اون نمونه است، مشخص میکنم که بابت چیا قراره بهش پرداخت کنم. میگم پرداخت چک کوتاه مدت کن، یه دونه بابت حساب پرداختنیه که مثلا از بانک اقتصاد نوینم قراره یه مبلغی رو بهش پرداخت بکنم. یه رکورد دیگر رو هم ثبت میکنم. حالا بابت یه عامل دیگه مشخص میکنم که پرداخت داره صورت میگیره و از همون حساب بانکی و مبلغش رو مشخص میکنم. من بعد از اینکه این دستور پرداختم رو ذخیره و تایید بکنم، اگه وارد اعلامیه پرداخت بشم و مجددا مبنا رو روی دستور پرداخت بگذارم و دستور پرداختم رو انتخاب بکنم، دستور پرداخت عادی بدون مبناه، اینجا 2 تا رکوردم رو میبینم که به شرکت نمونه قرار پرداخت کنم. الان من خزانه دار میگم من 2 تا چک ندارم برای این آدم بکشم و یه دونه چک دارم که پرداخت بکنم. برای اینکه بخوام این پرداخت رو انجام بدم، روی قلم اول وای میسیم، با دکمه کنترل قلم دومتون رو هم انتخاب میکنید. پایین صفحه گزینه تجمیع یا با راست کلیک تجمیع
این دوتا قلم رو به یک قلم تبدیل میکنید. مبلغ دوباره جمع مبالغ میشه، طرف مقابل همون باقی میمونه و فقط کافیه شماره چکتون رو انتخاب بکنید و پرداختتون رو انجام بدین. دوباره اطلاعات حسابداری رو اگه نگاه بکنید، چون بابت دو تا عامل مختلف به این آدم پرداخت رو انجام دادین، سند حسابداریش هم به تفکیک اون دو تا عاملی که مشخص کردین انجام میشه و پرداختتون صورت میگیره. و آخرین مدلی که توی دستور پرداخت داریم، خیلی وقتا میشه که توی شرکت ها وقتی قراره پرداختی صورت بگیره قبلش یک سند حسابداری دفتر کلی صادر شده. مثلا شرکت یه هزینه گمرکی براش رخ داده و به محض شناسایی اون هزینه گمرک سند حسابداریش رو توی دفتر کلش ثبت کرده. بعد که توی قسمت پرداخت تو واحد خزانه قرار پرداخت صورت بگیره، میگه که من میخوام بر مبنای همون سندی که صادر کردم پرداختم صورت بگیره و احتیاج دارم کسی که داره دستور میده مبلغ رو دیگه وارد سیستم نکنه، مبلغ فراخوانی بشه، طرف مقابلش مشخص باشه، اینکه بابت چی داره پرداخت صورت میگیره فراخوانی بشه و کاربر من با کمترین ثبت اطلاعات بر مبنای اون سند بتونه سندش رو ثبت بکنه. برای این منظور ما بالای فرم دستور پرداخت یک گزینه رو فعال کردیم که نوشته لیست پرداخت بر مبنای سند حسابداری. برای اینکه بتونیم از این امکان استفاده بکنیم، اولا نیاز داره که توی سیستممون مشخص بکنیم چه سندهایی باید اینجا دیده بشن. یعنی من همه معین‌هایی که توی دفتر کلم گردش خورده قرار نیست اینجا نشون بدم، فقط معین‌هایی رو قرار نشون بدم که کاربر من مشخص کرده باشه اون سندها رو برای این منظور صادر کرده. خب برای اینکه بتونیم از این امکان لیست پرداخت بر مبنای سند حسابداری استفاده بکنیم، اول وارد قسمت تنظیمات دریافت و پرداخت باید بشیم و این تنظیماتی که احتیاج هست رو انجام بدیم. وارد قسمت پرداخت میشین و معین‌هایی که قرار سند حسابداری براشون صادر بشه و شما بتونید بر اساس اونها پرداختتون رو به صورت اتوماتیک فراخوانی بکنید، باید معینش رو مشخص بکنید. فکر کنید من میگم معین سایر حساب‌های پرداختنیم رو دارم انتخاب میکنم و میگم طرف مقابلم در سطح 4 و از این معین میخوام برای پرداختم استفاده کنم. تو این سناریو بهتون گفتم که اول طرف اومده یک سند حسابداری رو توی دفتر کلش صادر کرده. مثلا یه هزینه گمرکی توی شرکت رخ داده و اومده اول هزینه رو شناسایی کرده، هنوز فقط پرداختش نکرده. توی دفتر کلش یه دونه سند حسابداری رو صادر میکنم. یه شرحی هم میدم مثلا بابت پرداخت هزینه گمرک. و مبلغش رو مشخص میکنم که چقدره. رکورد بعدی اون سایر حساب‌های پرداختنیمه که قراره بعداً پرداخت بشه و توی دریافت و پرداخت من اتوماتیک فراخوانیش بکنم. میگم به شرکت نمونه باید پرداختم انجام بشه. یه شرحی رو دوباره میتونم براش ثبت بکنم و مبلغ رو هم مشخص بکنم. بعد از اینکه سند حسابداریتون رو صادر کردید، فکر کنید حالا ممکنه یک بازه زمانی طول بکشه تا این پرداخت توی شرکت قرار باشه انجام بشه. وقتی که قرار پرداخت انجام بشه، طرف اومده توی دستور پرداخت و میگه که من بر مبنای اون سندی که چند وقت پیش صادر کردم حالا میخوام پرداختم رو انجام بدم. بالای دستور پرداخت گزینه لیست پرداخت بر مبنای سند حسابداری رو انتخاب میکنه و در قسمت مبنا رکوردهای از سند حسابداری رو میبینه که معین در تنظیمات ست شده باشه. من معین 3111 رو انتخاب کرده بودم و اون رکورد سنده رو دارم میبینم. وقتی انتخابش بکنم به صورت اتوماتیک طرف مقابل سطح 4 و معین و مبلغ برای من فراخوانی میشه و قابل تغییر هم نیست. یعنی کنترل هایی که نیاز داشتم صورت بگیره انجام شده و کافیه که ذخیره و تاییدش بکنم. حالا میخوام برم توی اعلامیه پرداخت و بر مبنای این دستوری که ثبت کردم پرداختم رو انجام بدم. نوع رو روی دستور پرداخت میذارم مثل سابق، دستور پرداختم رو انتخاب میکنم، بر مبنای سند حسابداری هست.
توی یه قلم میاد میشینه و پرداختم رو کافی سایر اطلاعاتش رو ثبت بکنم، ولی مجدد مبلغ و بقیه چیزا قابل تغییر نیستم. خب آخرین نکته‌ای که توی قسمت پرداخت نیازه با هم دیگه صحبت بکنیم چاپ چک ها هست. فرض کنید که من میخوام چک هام رو هم از طریق سیستم دریافت و پرداخت پرینت بکنم. باید یه امکانی در سیستم وجود داشته باشه که من اول الگوی چاپ چک هام رو تعیین بکنم و بعد موقع پرداخت یا قبل از اون، خب ثبت اعلامیه پرداخت که انجام میشه مثلا روی ثبت موقتش، قرار من پرینت چکم رو بگیرم، چک رو بدم دست کسایی که باید امضا بکنن، امضا بکنم و در نهایت اعلامیه پرداختم رو تایید بکنم. برای اینکه چاپ چک کار بتونم توی سیستم داشته باشم، توی قسمت اطلاعات پایه اول باید بیام الگوی چاپ چکم رو مشخص بکنم. فرض کنید برای همین حساب بانکی اقتصاد نوینی که من الان توی سیستم تعریف کردم میخوام یه الگوی چاپ چکی رو داشته باشم. فرم الگوی چاپ چک که برای شما باز بشه، شما بانکتون رو انتخاب میکنید، یه عنوانی بهش میدین، الگوی چاپی رو میخوام براش انتخاب بکنم. این پیش‌فرضی که توی سیستم وجود داره پیش‌فرض‌هایی هستش که از زمانهای گذشته توی سیستم ما وجود داشته و برای زمانی بودش که چاپ‌های چک الگوهای مختلفی رو داشتن. الان که اکثر دست چک‌ها یکسان شدن، شما میتونید یک الگوی چاپی رو خودتون تعریف بکنین، تنظیم بکنین و از اون استفاده بکنید. اینکه عبارت انتهای مبلغ به حروفتون چی باشه، این الگوی فعال باشه و بقیه چیزها رو هم تنظیم میکنید. توی این قسمت پایینم که میبینید بقیه چیزها محیط شبیه محیط مثلا اکسل و ورد و چیزایی هستش که تا حالا داشتین. جابجا میتونین بکنین جاش رو با در واقع کیبوردتون، جهت‌های چپ و راست و بالا و پایین. فونت ها رو میتونین عوض بکنید، اندازه فونت هاتون اینکه برجستگی داشته باشه یا نه، چپچین راستچین بودنش رو میتونین مشخص بکنین و فیلدها رو هم کلا میتونین جاهاش رو تغییر بدین. اگه حالا بعداً دوباره دسته چک ها به اون فرمت های سابق برگشت و هر بانکی فرمت خاص خودش رو داشت، میتونین فرمت خاص خودتون رو طراحی بکنید و ذخیره بکنید. برای اینکه بتونیم از این چاپ های چک استفاده بکنیم، اول نیازه که جایی که دسته چک هامون رو تعریف کردیم این الگوها رو بهشون وصل بکنیم. برای منظور همون جایی که دست چکاتون رو تعریف کردین، من دوباره وارد میشم. یک قسمتی داشت قالب چاپ غیر استاندارد و اینجا قالب چاپ استاندارد. منظورمون از غیر استاندارد چاپ هایی هستش که زمانهای گذشته برای هر بانکی شما رفتین تعریف کردین و میخواین ازش استفاده بکنین. منظورمون از چاپ‌های استاندارد این پیش‌فرض سیستم بر اساس این فرمت استاندارد جدیدی که بانک‌ها اعلام کردن هست و وقتی که تعریف کرده باشین میتونین اینجا استفاده بکنین و بهش وصل بکنید. حالا چه زمانی من میتونم از این چاپ استفاده بکنم؟ زمانی که شما یک اعلامیه پرداختی رو ثبت کردین. من یه نمونه اعلامیه پرداخت رو میارم. توی اعلامیه پرداختتون روی قلم چک راست کلیک میکنید و گزینه چاپ رو انتخاب میکنید. وقتی الگو تعیین شده باشه به شما نشون میده با چه الگویی داره چاپ میگیره. شرحی که بابت چکتون میخواین بدین رو تایپ میکنین یا از جای کپی میکنین. گیرنده چک رو هم گفته مشخص بکنین که طرف مقابل یا تحویل گیرنده که فیلدهای اجباری نیست و بعد میتونین از گزینه چاپ استفاده بکنین و پیشنمایش چاپ چکتون رو مشاهده بکنید و در نهایت چاپ رو انجام بدید. توی پیشنمایش چکتون جاهای فونت ها، رنگی که ست کردین و اطلاعاتی که دارین رو مشاهده میکنید. در صورتی که نیاز به تغییراتی نیستش و میبینید چاپ شما برای چکتون مناسب هست، گزینه پرینت رو میتونین استفاده بکنین و چاپتون رو انجام بدین. در این فصل ما در ارتباط با رویه پرداخت و سناریوهای مختلف با همدیگه یه سری موارد رو مرور کردیم. ممنون که این بخش رو با ما همراهی کردید.